دکترای حقوق فرانسه، دکترای جامعه شناسی، زبان انگلیسی هاروارد، خلبان بوئینگ 747، خلبان فانتوم F-14، خلبان شکاری F-16، خلبان افتخاری تیم فرشتگان آبی با گروه جت امریکایی برای اولین بار، سهامدار شرکت هواپیمایی F-14 که باعث خشم جیمی کارتر و کنگره امریکا شد و اولین دلیل سقوط شاه. 70% سهامدار شرکت بنز گروپ آلمان، سهامدار شرکت هوایی شارلز دیگول فرانسه، سهامدار امریکن اینتر سرویس، سهامدار شرکت رویال کلن، سهامدار شرکت بلر امریکا که بعدها تلویزیون شهاب شد. اولین شاه ایران که شاه 60 کشور دیگر در پشت سرش رژه رفتند. بنیانگذار جشن‌های 2500 ساله که نشان تمدن ایران بود. بزرگترین دارنده هلیکوپتر کبرا بعد از امریکا، بزرگترین سهامدار تانک مرکوری انگلستان، دارای ارتش زمینی هوایی دریایی 5 دنیا، ژاندارم خاورمیانه و خاور دور، انده به بزرگترین مراکز دنیا. در سال 52 وام سنگین، 70 میلیون دلار صندوق جهانی پول، 284 میلیون دلار کشور فرانسه، 200 میلیون دلار سازمان جهانی نفت اوپک. اقامت برای ایرانیان در 72 کشور جهان بدون ویزا. احترام نظامی بعد از دیدن عکس اعلیحضرت بر روی پاسپورت در 60 کشور جهان. چنان قدرتی بر ایران حاکم شد که پس از بالا بردن نفت از بشکه‌ای $2 به $7 کل جهان در مقابل شاهنشاه ایران سرخم کردند